سلام، امروز چطورین؟ حالتون خوبه؟ من امروز داشتم با خودم فکر میکردم آینده کشور عزیزمون چطوری میشه و چه اتفاقاتی میخواد بیفته. واسه همین سریع پا شدم و رفتم گوشیمو برداشتم و از هوش مصنوعی پرسیدم که آینده ایران چجوری میشه. بریم ببینیم هوش مصنوعی چی بهمون ارائه میده. بریم ببینیم.